فریده تویست من میایم. گلینیه و ملیکه خاندان در همین سن و سال من کار میکنم. شکر که حالا قوتم هست. اوف این چه روزی سیاه است. خدایا صبرم ده. خوراک تیار شده است؟ چه خیل خوراک باز؟ ساعت چند شد؟ مادامی که گرسنه‌ای پیش روی همسرت را گیر. در خانه نشسته برایت خوراک تیار کنم. پس این رو برای کی تیار کرده استدایی؟ فهمو پسر یگانه در همین جا است. شرف این چه خیل سخن است؟ همه‌تون پسرانی من هستید. میدانی که اگه یشرت احوالش خوب نیست پدرت هم به خانه روحش نمیدهد. یشر پسرم. هزار بار شکر مادر جان. در بیرون خنک خوردم. میگفتند که در 1000 سال یک مرتبه خنوکی میآید راست بوده است. کمی آب هم نآورده. خاطرم پریشان است یشر. هوشم نمانده است. بهترش درون در اینجا بیخور و بینوش. برای خودت یگان دوغاب میکنی. پدرم باز ناید. پروا مکن. من حاضر نزدش میروم. اوف کنی بینیم باز چی رو به سرمان میآورد. خدایا عاقبتمان رو بخیر بکن. یشر گفتی که فرخنده نزد امیر به مرکز پلیس آمده است. اگر به اینجا هم آید چی میشه؟ نه جانم. اگر آید و کارهایمان را نقل کند. آقای خیردین فهمد که دوگانی که آمینه را مرده گفتم و به شما دادم را زنده نمیماند. خواطر مباش هیچ گپ نمیشود. یشر معلوم است این زنجیرین را مثل فرزند خود دوست میدارد. کودک را از دستش بگیریم دنیا را آتش میزند. در اول هر دویمون میسوزیم. اول من بعد تو. دوغاب را چگونه تیار میکنند؟ میگفت که از دشمنانم قصاص نمیگیرم. خود به خود فکر قصاصگیری از کجا پیدا شد؟ یگون چیز رو فهمیده است؟ آقای خیردین نقل میکنه چی شد؟ آقای خیردین این خودش چی گپ؟ مسئله چی؟ چی را فهمیده؟ گپ زنید آخر ما هم فهمیم. آقای دکتر احوالش چخیل است؟ یاری اولین را رسانیدم لیکن احوالش بد است. زنده میموند آخر؟ چیزی گفتن نمیتوانم. حاضر بیهوش است. هر لحظه کاری شدنش ممکن است. شما با کس چی میشه؟ من دوگانش. با خویشاوندانش خبر دادی؟ تا جایی که میدونم هیچ کس را ندارد. خیر خدا شفا دهد.
التماس نمیره در پیگل سر. التماس درباره دخترم همه چیز رو دونستن میخواهم. شما امیدی یگونه من هستید. التماس صبر کنید. التماس. خانم ما میرویم، شما میستید. من هم میروم. خانم همشیره، اگر تغییراتی شود به همین رقم زنگ زنید. در اینجا می نویسم. نامم فریده. مالش خبر میکنم. رقم رو در اینجا میگذارم. رحمت. پدر، پسرم، من این خیلی ساده نمیتوانم. باید که کاری کنم. پدر چی کار میکنی؟ در دست نه سراغ داریم و نه یگون رقم تلفن که. امیر پسرم، غالب آدم عادی نیست. جان من دادرم بود. من در زندان صدها نفر را گمان میکردم که این بازی را با من کی کرده باشد. صدها نه، هزارها نفر را گمان میکردم. هم غالب اصلا به گمانم نمی آمد. لیکن شخصی که این خیانت را بر من کرده است نفری است که از دادرم هم برایم نزدیکتر است. پسرم، باید که او را یابم. برای سببش را دانستن میخواهم. چرا این کار را بر من روا دید؟ خاطر مباش پدر. وعده میدهم که زود او را مییابم. برای یافتن غالب هر کاری که لازم آید میکنم. هر چی که لازم آید. چی شده است؟ پدرم چی میگوید؟ میگوید که نام اویله را سفید میکنم، همین طور نه؟ اما باز هم با من گپ نمیزند. مادر خوشروکی من، شما خودتون میبینید که همین کارهای اویلوی هم را یک طرفه کنم، چهره شما را باز خندان میکنم. یشر که گفتی همه در جایش راست میایستد، حتی پدرم. انشالله پسرم، انشالله. اول تو مسئله فرخنده رو حل کن، باقی همش حل میشود. اون زن با یک سخنش حیاتمون رو میسوزاند. تو چند فکر میکنم از عقل بیگانه میشوم. پروا مکن جانکم، وای دیوانه نشده است به اینجا آید. مایلش جگربندت میرود، باز پدرش نبیند، وگرنه دیوانه میشود. یشر، مرا گوش کن. من نمیگذارم که آن زن کودک را ببرد. شنیدی مرا؟ مایلش بیبی جان جانکانی بیبی تیار کرده ایستادم. آچهتان پروانه دارد که کودک ها گروس نماندند یا نه؟ اگر بیبیتان نمیشد، کی میداند که احوالتان چی میشد؟ اگر شما نمیشدید دادم هم نمیشد، بابا هم نمیشدیم. میشدید هم، کی میداند چی احوال میداشتید؟ بچه هم در کجاست بیبی؟ اگر من دانم. یاسین رفته 2 تا نان گرفته بیار. مایلش بیبی مادرت نمیارد. از ماشین ها احتیاط کن. بیبی جان من به شما یاری دهم. اوه دخترکان، دخترکی خوش رو یکی من. ببخشید، ممکن است یک چیز بپرسم؟ مرحمت. خانه خیرالدین افگیل را میکوبم. نامی همسرش نباهد و فکرم در همین جای ها زندگی میکند. ما نو کوچید آمدیم، نمیدونم. در پس این بنا دکانی است، از آنها پرس، شاید میدونند. تشکر زیاد برای کار. رحمت. تو خام رو کفاندی یشر.
مادر ما سوخت. فرخنده میآید. کجا آمده ایستاده؟ در کجاست؟ کمی دورتر اینجا رو میکوبد. چیکار میکنیم؟ مادر چیکار میکنیم؟ از کجا دانم چیکار میکنیم؟ پسرم نباید اینجا آید. رفت نیست. کاری کرده پیش روحش رو گیر. یاشار معلوم است که چشمان انسان کور شده است. اگر آید نقل میکند که چهل جرین رو به او دادیم. ای خدا، با گفتن آسان است. من چهل پیش راهی او رو گیرم. آرام باش تلاش مکن پسرم. بگو که میلش رفت. هر چی که خواهی بگو. کجا که میروی رفت. بعد چی؟ بعدش رو من از کجا دانم؟ اگر توانی سراغش رو بگیر. اگر نتوانی بگو که آخران مراتب پگاه دخترم رو بینم. خیر خوش کنم. کاری کن که قانع شود. بعد تو پگاه یگان چورای دیگر میابی. مرا فهمیدی؟ اون نباید به اینجا آید. فهمیدم. یاشار نگذار که او به اینجا آید. میلش. فرخنده جانکم یک لحظه است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ یاشار سرده مرا. همه چیز رو با پدرت نقل میکنم. میلش نقل کن. چی مگر میگویی که جرین دختری شرف و فریده را نباهت خانم به ما دزدیده داد؟ حاضر من هم از یاشار جدا میشوم و کودک را گرفته میبرم. همین خیلی میگویی. این طور که گفتی پدرم میگوید که میلش آشد شود دخترم. گرفته رو. خوب با پدرت هنوز شناس نشدم. حتی با اوله دار شوی مونی زید برآمد. میدونم که پدرت شخصی با شان و شرف است. از مادرت دیده مثل پدرت میشدی ممکن با چنین ها گرفتار نمیشدی. بس بودگیست از حد گذراندی. فرخنده ایست یک لحظه ایست مرا گوش. یاشار رو از پیشم رو وگرنه حاضر مردم رو با پا میخزونم. فرخنده جان گوش کن مرا. میلش من راضی. جرین رو گرفتر نزدی مادرت با آلمان بردن میخواهی. میلش خوب من راضیم. آرام شدی اکنون؟ اگر خواهی سراغت رو با من ده من خودم شما رو تا فرودگاه میبرم. مرا اونقدر احمق فکر نکن. چخیل احمق؟ باور که نکنی نده سراغت را. خدایا خودتون روید. یگانه خواهشم جرین رو یک بار دیگر ببینم. وای دختری من هم هست. حتی برای من نزدیکتر. من امکش میشوم. التماس یک بار دیگر او را ببینم. این مگر دلی تو از سنگ است ها؟ میلش پگاوا خورده خیر خوش میکنی. البته. لیکن یاشار اگر نه بیگان اگر و مگر تنها خیر خوش میکنم. میلش تو را کنم. پگاه زنگ میزنیم. این خیلی نگاه نکن. باز دلم سیاه میشود. خیر. مادر جان حال شد. رفت پگاه هم با میخوریم. مادر خوشرویه که من پسر زیبایت را چی خیال کردی؟ پگاه چیکار میکنیم اینش را خودت فکر کن. ینگه؟ اکا یاشار بخیر است؟ نپرس. باز به خانه رفتن و ضربه زدنشان یک شد. باز با پدرم بس کردید؟ این مراتب بحث را انتظار نشدم. فکرش را مکن عادت کردم. بوزی گناهگار عائله شدم. هر کس که گذرد یک لغت میزند. کسی پروا ندارد که یاشار در کوچه مانده است، گرسنه مانده است، بی خوراک مانده است. اکا یاشار در برام همین قدر مبلغ مونده است. التماس گیرید. خوراک خریده میخورید. خواهش میکنم گیرید. رحمت فریده انسان خوب هستی. مسئله جدا شوی تو رو چیکار کردید؟ دائما دعاگوی اون هستم که شما با هم خوب باشید. از کجا؟ تقدیر همین بوده است. بله اگر یک کودک می داشتید همه چیز دیگر می شد. خیر با تو هم دیر شده است. زود خونه رو که مادرم جنگ نمی‌کنه. راست میگویید. میلش پناهتون به خدا.
دستت را؟ نمیگیرم. ایستا که خوراکم خنک شد. با من چه؟ مغلوبی. بس از اکنون من از تو با قوت‌ترم. بچه ها جنجال نکنید. خوراکتان رو خورید. اشتهای تو مرحمت. بر وقت به سر دسترخوان نشستید. مردم گروس نمون. تو در کجا میگردی؟ خدایا به من قوت بخشا. آقای خیردی نان خری بر اومده بود. چند ساعت شد خواطیر شدم، برای همین پرسیدم. نزد همشیره گلستر رفته بودم. آشبت گیر مادر آب نوش. شد گذشت. در نزد همشیره گلستر تو چی کار داری؟ یاری تجیلی اومد. کسی در نزدش نبود. تنها گفته تا دختر خونه همراهش رفتم. احوالش خیلی است؟ بیهوش بود. خدا شفا دید. خدا مددگارش باد. آخر بعد مادر بشین دخترم آروم شو. کمی آب دید. رحمت کی ریزون دستین رو؟ من ریزوندم. ببخش مرا. نه مادر این طرف نگویید. در راه ریخته است. نفهمیده زیر کردم. هیچ گم نه. کلین خانم در نزدیک گلستر چی کار داشتی؟ مادر یک کار عجیبی رخ داد. کنی بگو باز چی شده است؟ امروز خونه اومده ایستاده بودم. اپای گلستر از روحم بر اومد. گفت 1 ساعت پس به نزد ساحل بیو، اما به کسی مگوی. البته که تو هم نگفتی. گفت که در باره دوگانگی امینه سخنی دارد. بعد شما مرا برای نان خریدن روان کردید. به باغ رفتم. اپای گلستر رو دیدم. نزدش میرفتم که بیچاره رو ماشین زد. در باره کودک چی گفت؟ هیچ چیز گفته نتوانست. بیچاره بیهوش است. فریده مرا گوش کن. دیگر پنهانانه از من کاری نکن. بعد گلستر دوگانی که امینه را از کجا میداند؟ باز چی دروغ میگوید؟ بس سرمان بلا نآورید. مادر باور کنید کاری پنهانی نیست. از همون روزی که کودک رو در بیمارخانه دیده بودم باز اپای گلستر هم دیدم. گفت هوش در سر ندارم. تا اپای گلستر گپ نزند دلم آرام نمیگیرد. فریده نباید خانم یک قهوه تلخ تیار کن. شنیدی دخترم؟ قهوه تلخ تیار کن. نباید، من از تو خواهش کردم. کسی مثل تو تیار کرده نمیتواند. در نباید خانم او را از حد زیاد کار میفرمایی. برای خوبی خودش آقای خیردی یک روز من مرده روم شما یک طرف خودش رو نگاه کرده تواند آخر. خدایا به من صبر بگه. آیله دارو از زنک، بله دارو به قدری لازمی استفاده ببری و محبت را علاوه کنی
به همه دردها تواست. لیکن اگر تنها بخواستی خودت عمل کنی، تلخی خودپرستیت را علاوه کنی، مزه‌اش تماما گم می شود. هر قطره‌اش زهر می گردد. آن وقت آیله کیها را ضرر می آورد خدا می داند. سخن زیبا گفتید آقای خیردین. یک دقیقه وقتی خالی یافت و در رفت کرده دوزی را سر میکنه. فریده مادر یگان چیز گفتید؟ گلستر در کدام بیمارخانه است؟ بیمارخانه تعلیمی. برای چی؟ هیچ، همین خیلی رو ظاهر کردم. خدایا، اوه خدایا، این کارت مگر درست است؟ من چی کار کردم که؟ کارهای خانه رو یک طرف مانده سر این کار میشینی. لباسهای دخترت را فروختن و مبلغش را به کودک ها دادن و خانوندن را فهمیدین. آخر دخترم، اول جان بعد جانان. اویله و خیش و تبار همه فقیر و تو باشی خیر میکنی مگر خدا راضی میشود؟ اول خودت را سیر کن و بعد فکری سیر کردن دیگران را. آخر مادر، شکر که ما گرسنه نیستیم، در بیرون هم نمونده ایم. اگر کودکان رو بینی نه، کودک ها را ببینی احوالشان چنان بد است که رحمت می آید. شاد شد غمگین می گردی. آخر مادر، من کاری بدی نکردم که... خاموش شو، توکلت به خدا. لبک اکای قولی، من محسینی دارباز. چی میخوای محسن؟ اکا اون آدم مرا یافت، از زندان برآمده است. همراهی پسرش آمد. به یک عذاب خودم را از دست آنها خیردین؟ بله اکا، مرا ببخشید اکا. یگان چی گفتی مگر؟ اکا درای آهن مرا بستند، همانجا میکشتند مرا. خوش آمدید پدر جان. خوش آمدید پدر. خوب هستید پدر؟ پدر؟ بگوید آخر چی شد؟ هیچ گپ نیست. از این پس دوستی نزدیکترینتان را نیست به اینجا دعوت نمی کنید. به اجازت من کسی قدمش را به این خانه نمی گذارد. فهمیدید؟ هیچ کس. مایلش چی شد؟ یگون دشمنی دوره مگر؟ علاج واقع پیش از وقوع باید کرد. نهایت با شفق سردار گپ زدم. برای پیدا کردن اون آدم کدام پرونده ای رو دیدن میخواهی مرحمت ببین گفت. مایلش. پدر شیردلی من، شما ستون این خاندان هستید. در زندان بودید اما ما به شما تکیه کرده با پا ایستادیم. حاضر قامت شکنید.
مگر ما خور نمیشویم؟ بیگناه عذابم دادن پسرم، مرا شکستند، ولی شکستگی من نصیحتی قالب نی، نصیحتی قلب است. خلاص پروا نکن پسرم، بی ایمان که نیستیم بی درمان هم نمیمانیم. یک چیز رو پرسیدنی بودم. اوید با غالب در دست یگون موادی ندارید؟ در یگون جو بینم نمیدونم و نمیشناسم. مگر در قبرستان ندیده بودی؟ رویش را ندیده بودم. از وی تنها یک رسم دارم، ما آن را همراه خیلی پیش گرفته بودیم. شاید در یگان جای خانه باشد. خب حداقل رسم رو داریم. بیا رفته یابیم، یک روز نه یک روز لازم می شود. من یک خانه همسایه میروم و زود میآیم. همسایه زن بیچاره بستری شده است، یک شوربا میکنم و آقای خیردین چی میکوبید؟ بخیر است داری نیست پیشم. همان رسمهای کهنه را میکوبم. کجایند؟ رسم ها را میگویی؟ چیکار میکنی؟ امیر پسرم خودش چیگه؟ رسم رفیق پدرم، نفری رو که چون برادرش میدونست، غالب. بعد همراهش رسمی داشتن. همان رسم در کجاست؟ چیزی رو نمیفهمم. یگون کس به من میگوید چی گپ شده ایستاده است. گوش کن، سبب بیهوده زندان شدنم غالب بوده است. همان بیناموس مرا تهمت کرده، نامم را سیاه کرده است. دشمنم دوستی جانیم بوده است. معلوم که فهمیده. یعنی در آخر که کردن این کارو فهمیده ای؟ غالب ها؟ ها غالب. رسما در کجاست؟ من باید به امیر نشان دهم. از کجا دانم؟ در همان قطعه یک چند رسم هم بود. شما اینجا رو بینید، من به بالا رفته آنجا رو میکنم. بیا یافتید؟ یافتم. من چیکار میکنم اکنون؟ خدایا اگر غالب رو یابند، کارهای کرده ما رو هم میفهمند. پیدا کردی؟ رسم ها را میگویم پیدا کردی؟ نه، همه جا رو دیدم. گم شده است به فکرم. همین که یگان چیز لازم شد نیست میشود. آقای خیردین کی داده باشد نام غالب رو؟ ممکن این یگان دام باشد. شما رو به یکدیگر جنگ میاندازند. همینطور به فکرم. نباید آنی که نام غالب را گرفت امکانی دروغ گفتن نداشت. برای نجات جانش نام غالب را داد. آقای خیردین خواهش میکنم دنبال این کار نشو. با تو چیزی شود احوال این اویله چی میشود؟ به این هم نو سرجم شده ای. مگر غالب دیوانه شده است که این کار را میکنه؟ من هم همین را فهمیدن میخواهم. برای همین اول باید غالب را یابم. من گلسر، یعنی خانه همسایه رفته میآیم. مگر توبه. خدایا به فکرم نباید وقتی جستن افتاند است.
کجا باشد؟ پدر یک چیزی افتم اما همین است غالب؟ نه پسرم، این غالب نیست. خدایا چی را میجویید پدر؟ هیچ چیز. چشمانم فریب خورد. هیچ چیز. رفته خوب کنید پدر، همش خوب میشود. تیمور زنگ میزند. جواب ده. لبای خوبم. پگو چرا؟ نمیدونم. مایلش نباشد میروم. تو دیدن. اپا چرا تو بخوش گپ زدی؟ چی میگوید؟ گفت که پگو وقتی نصف روزی میایی خوش خبری داشته است. همینش نمیرسید. چی؟ خوش خبر؟ ای ممکن برای خانه‌دار شوی تکلیفت میکند؟ نمیدونم. چون این فکر نمیکنم. حالا خودت میبینی. صدای تلویزیون رو کمی بلند میکنی؟ ای بیامون با تو گپ زده نمیشود. اوه گلسر، خدا گناهایت رو ببخشد. اکنون من به تو چگونه دعا کنم؟ به فریده چی ها میگفتی که میداند همه ما رو میسوزاندی. شفا یافته نجات یابی. از خدا طلب میکنم که گذشته رو فراموش میکنی. خدا خواهد به یاد نمیاری. روز بخیر. احوال گلستر یک رو میپرسیدم. خدایا فهمو رحمت. فریده در کجایی؟ آمدم. یا پروردگار،
صبح بخیر بیبی جان. اوه گریبان هم پراکنده. اوف کنی بیا بینم. فریده کسی هم در کجاست؟ درز مول کرده در پشتی در رو بیختم. انا شد پسرکم. آچه جان دخترم رو نمیابم. حاضر دخترم میبینم. تو نشسته نهاری کردن که؟ جانکم یعنی مرحمت کنید امیر در کجاست؟ آمدم پدر آمدم. به همه سلام. سلام امک جان. سلام پسرم سلام. سلام پسرم. سلام. چای ها در کجایم؟ حاضر میارم. فریده برای من تخمینی پخته پس. اکنون کابویا. او بله. خونهشون اومدیم باز جنگ نکنن؟ نه جنگ نمیکند او چونی نیست. من در رو میکوبم با مکتب دیر نکنیم باز. زاد روز مبارک افایی فریده. بچه از کجا به یادتان اومدم؟ حاضر از شدی عشق میریزم. ما شما رو بسیار دوست میداریم افایی فریده. جانکای من هم شما رو بسیار دوست میدارم. این کودک‌ها کیستند؟ شجاع‌های فریده شیرینی آوردن به ملیکه خوبان. چی معنی دارد؟ کلینی تو هر وقتی که خالی شود نشسته و زندگی میکند. پولی که از آن به دست میآورد کودک‌های مردم رو میخوناند. به مثل گربه های محله هر روز زیاد شده ایستادند. اوه پروردگار نجات مونده. امروز روزی تولدم بوده است. شیرینی زیبا بوده است. янга ببخش فراموش کردیم. خدا عمری درازت دهد. قرضدار هستیم. این خیلی نگویید. در زندگی هرچی فراموش شدنش ممکن. خدا نوازش نبیره و ابیره هایت را نصیبت کند. انشاءالله پدر. من زن نمیگیرم. پدرت هم چنین میگفت. اکا زاد روزت مبارک فریده. رحمت. شیرینی رو میبرم. از بالایش به من برید اوچه جان. اوچه به من از گلهایش اول به من دید اوچه جان. میلش خدایا کور در کجا باشد؟ آمینا آیسته باز نفتانی. اوچه برای من کلون برید. در همین جا بود از چخیل من ندیدم. فریده ای سخاوتمند. پدر چی شد که؟ آفرین به تو. دختری خیرخواهی بوده ای. مادرت گفت که کودکان بی پرستار را می خواننده ای. خوانندن نیو همین خیل برای تحصیلشان کمک میکنم. هر کس از دستش آمده را کند، از زبانش آمده را فرو برد، آن وقت دنیا جنت می گردد. مادر گرید. نه نمیخواهم. یا خداوند. کجا می روید؟ من ببرم. حاجت نیست. تشکر. از آنی که در خانه بیهوده میشینم. بهترش به نزد همان مردی که نام غالب را گرفته بود میروم. مادامی که او را میشناسد شاید سراغش را هم داند. احتیاط کنید پدر، در امان خدا.
زود باشید بچه ها. بیا دختر جونم، کنی جوزانت رو گیر. انا میخیر. چی میخندی خندان رو؟ خوش آمدی اکا یاشر. خوش باشی. پسرم 1 ساعت انتظار شدم که پدرم کی میبراید. پدر اون درو. یاشر به ینگت بگو که کودک ها را مونده زود بیاد، بهوده در هر جا نگردد. فهمیدی؟ ینگه اهمیت نده. درسایتان را نقص خوانید. خوب شده سمک جان. فریده باز چیکار کرده است؟ اینجا بیا همش را نقل میکنم. گلاسر به فریده گفته است که بیا گپ میزنیم. این به عقل هم پنهانی از من رفته است، اما تقدیر رو ببین که گلاسر رو ماشین زده است و با هم وا نخوردند. نخورد کی؟ حالا فکری آن رو مکن. از فرخنده چی خبر؟ سحر زنگ زدی؟ مادر جانم مگر زنگ نمیزنم. 1 ساعت پس ما میخوریم. فکر کردی چی کار میکنیم؟ با اون من چی میگویم؟ اکنون تو نه، من گپ میزنم. یک جای میرویم اما من گپ میزنم. یعنی چی خیر؟ چی میگویی؟ یاشر پسرم، من بسیار فکر کردم. تو با فرخنده آشتی میکنی. نه زود قهرآلود مشو. یک فکر کن. جیرین رو خانه آورده نمیتوانیم. قیامت رو قایم میکند. با فرخنده روان کرده نمیتوانیم. کودک از شرف و فریده است، یعنی از آن ما است. گربه نیست که او رو گرفته برد. یاشر پسرم باور کن، بغیر از آشتی کردن دیگر چاره‌ای نداریم. این خیلی نمیشود. این ناممکن است. پسرم اینقدر سال گذشت، اکنون راضی شو. باور کن از دست من همینقدر کار میآید. از سر نو عائلتون رو برپا میکنید. پدرت هم مجبور میشود که با تو آشتی شده سخنهایش را فرو برد. پسرم او همه سخنهایش را فرو میبرد. خودت میبینی. خیر اون طرفش را حل گوییم. فرخنده قبول میکند. واخوری را به یک عذاب خانه گردانیدم. گفتم که مراتبه آخرین جیلین را میبینم. شیر بچه من، خدا خواهد او رو راضی میکنانم. راضی میکنانم. اپای گلسر التماس خیزه کن. خیز دردم رو انجام ببخش. به دخترم چی شد؟ به فرزندم چی شد؟ خدا شفا دهد. اپایتون است. نه، در تولد کردنم حضور داشت. دیروز پیش از حادثه و میخوردیم. باید چیزی رو به من نقل میکرد، لیکن همین. خدا شفا دهد، لیکن در اینجا بسیار بیهوده نیستید. رقم تلفنم رو گذاشته بودم. اگر به خود که اومد به من خبر دهید. زنگ میزنیم، خواطر نباشید. در همین جاها همش رو خاتمه میبخشیم. دادم برای دیدن من میآیند. من او رو یاد کردم. یا پروردگار، اینقدر به او می نمونند است. فرخنده دخترم. نباید خونو، فکر کردم که یاشر می آید. من شما را دیدن خواستم. آنچه گفته دادم می آید. این خلا اومدم. کنی تو آبت را بینوش؟ بیا در آنجا صحبت کنیم. مرحمت.
خوش آمده دختر زیبا. با تو یک خوش خبری دارم. چه خیلی خوش خبر؟ تو میگفتی که اگر پدرم ما را یک جا در کوچه بیند خوب نمیشه. خیر. نه خوش خبر. این چی است؟ از پدرم کلید خانه را گرفتم. با یک مشکل راضی شد. آخری هفته می رویم. چی؟ در اون خانه ما را غیر خودمون کسی نمی بیند. تو چی کار میکنی؟ دستم را سرده. بیا رفتیم. سرده مرا؟ رفتیم یاسمن. تو کیستی که بسر این دختر دائم بلا میآوری؟ کی هستی؟ چی میخوایی؟ یاسمن این آدم کی بود؟ مرده که به درون در آمد همون کس؟ بله. کمیسر امیر رفیقی. تو حالا میبینی. یاشار شراب نمی نوشد. قمار باز هم نیست. با زمین فکری تفلکتون رو کنی. شراب قمار نه، اما چشمونش دائما در بیرون است. چه خیل در بیرون است؟ آخر او با من خیانت میکند. یاشار این خیل نمیکند. سالهاست که یگان کاری خوب نیافت و مسئولیتی رو به دوش نگرفت. لیکن من صبر کردم. اما با من خیانت کرد. نباید خانم. یاشاری من چونین نمیکند. اما چونین کرد. نه تو با چشمم نبینم باور نمیکنم. یگان نفهمی شده است فرخنده. اویلا ویران کردن آسان است، اما برپا کردن دشوار. به خاطر جرین به یاشار یک امتیاز دیگر ده. او هم با عقل شده است، هیچ نباشد کوشش میکند. نمیدونم. من به یاشار امتیازی بسیار دادم. همش را صرف کرد. نباید خانم. این دفعه حتما دیگر میشود. دخترم من هم با شمایم. از دستم هرچی آید میکنم. فقط اویلا رو ویران مکن. برای خودت هم نباشد برای جرین. چی گفتی دخترم؟ کودک در غریبی چی کار میکنه؟ خیر، من فکر میکنم. میلش دخترم، میلش. تو هم همه جانبه فکر کن. باز گپ میزنیم. فرخنده پیش از رفتن ممکن است جرین رو یک با آغوش گیرم. میلش، لیکن زودتر باشد. بیایید میرویم. جرین، شما نامی مرا از کجا میدونید؟ من نامی شما رو نمیدونم. نامی من خالای نباهد دخترم. شاد شدم خالای نباهد. من هم دخترم. رفتیم دخترم. سلامت باش. چی شد مادر؟ چی میگوید؟ گوش کن مرو. تو با دختر خیانت کرده ای. چی خیلی خیانت؟ کی میگوید؟ کی میگوید؟ فرخنده میگوید. آخر نمیبخشد میگوید. این نه مادر. چی خیلی خیانت؟ این بافته است. من در جای من 5 درهم هم ندارم. چی خیلی میتوانم خیانتش کنم؟ من به این هم باور نمیکنم. گفتم که یاشار چونی نمیکند. نه؟ بعد چی گفت؟ از مادرت که خلاص مییابد. البته ناز میکند. یاشار کودک رو وقتی او رو دیدم یک حسی عجیبی مرا فرا گرفت. کاری کرده آشتی میکنی. دیگر علاج نیست. دل آن زن رو میابی. شد مادر جان، شد. من هم برای جرین کوشش دارم. به خدا مثل دخترم دوستش میدارم. اما به جای پدر است. البته که دوستش میداری. فریده؟ 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 مگر نمیپرسم این رو؟ الو، برای احوال گلاسه رو پرسیدن زنگ میزنم.
همین خیر. مایلش روزتون بخیر. لبای نباهت؟ بله. منم غالب. غالب این آخران زنگ زدنت باشد. خبر داری یا نداری؟ اما خیردین مرا فهمیده است. آدمی بزرگ شکست. پریشان شد. خیردینی که من میدونم سببی کار را نفهمد در یک جا نمیشیند. میدونم. پس میدونی که باید تگ 7 قبط زمین دروی. اگر سببی کار را فهمد جانت را در همانجا میگیرد. میفهمی مرا؟ دیگر زنگ اکا من گناهی ندارم. با من بیا. دارباز در کجاست؟ او در اینجا نیست موی سفید. امروز نآمد. موی سفید در برآمدگاه از دیگر طرف. اینجا محکم است. پدر و پسر مرا بستند. قریب بود که از این دنیا میرفتم. اکا سگی در خونت شوم. مرا مکش فرزند را. این را گیر و گم شو. عائله‌ات را هم با خود گیر. مهلتی زیاد در استانبول نمیشوی. شاید تمامی عمرت. با جان و دل اکا. مایلش. مرا دعوت کردید آقای دوستان؟ آسیا با نوبت است. همین خیل نه؟ بله همین خیل است. با همه سوالهای پرونده جواب میخواهم. اگر تا سحر گویم که کار میکنی پس کار میکنی.
تا سحر. حالا همین قدر کفایه. حالا این آغاز کار است. شیر بچه من. مادر اونجا رفتم. مادر در اون چی نوشته ایستادید؟ مادر همین فیلمی گفتید چی میشد؟ خدایا بخیر است دخترم. نباهت خانم چی میخواد؟ پدر جان از شما یک چیز پرسم. در اینجا چی نوشته شده است؟ خوراک لوبیا با گوشت. لباس های چرکین را بشوی و درز مال کن. حمام را هم تازه نما. لوبیا و آش، گوشت، لباس، حمام. فهمم. نفهمیدم دخترم. مادرم با من قهری کرده است. گپ نمیزند، در کاغذ می نویسد. چرا قهر میکرده است؟ نمیدونم. او با من گپ نمیزند که فهمم. خدایا به من صبر ده. یشار به فرخنده زنگ زدی؟ پیسرم چی رو انتظاری؟ زود باش. یشار چی اینقدر یک روی میکنی؟ فکر میکنم گفتم چی سر و سیمه ای؟ خوب مایلش میایم. آخر با کجا میروی؟ اینها دنبال ما رو ترک نمیکنن زینب. ما رو جدا میکنن. گفته شبها خوابم نمیبرد. مثل که دیوانه میشوم. برای همین بله میروم. نه اینکه بخوری با یشار. با آلمان میروم. با آلمان میروی؟ دیگر دادم رو نمیبینی مگر؟ زیبایی کم. بغیر از رفتن دیگر چاره نداریم. در آنجا حیاتی آسوده و پر از شادی میگذرانیم. لیکن دادم با ما نمیروند. من او رو دوست میدارم. میدونم جانم. لیکن این معنی این را ندارد که دیگر دادت را نمیبینی. دادت برای دیدنی ما با آلمان میآید. آجا مجبورت که جدا شوی؟ افسوس جانکم. کوشش کردم اما نشد. اکنون دیر شده است. دیگر نمیشود. اگر دادم ما رو گرفتن خواهد؟ مگر با دادت میروی؟ ما رو ترک میکنی؟ نمیروم. با شما میمونم. جانکی من. جیرین من به تو زندگی کردن نمیتوانم. هنده راه شیری. چیکار میکنید بابا جان؟ شانه زنانه میسازم. برای من میسازید؟ این برای تو نیست. لیکن غم نخور. فردا برای تو هم میسازم. برای من نباشد برای اکانسون فرستده. این خیلی نگویه. پدر؟ امک جون. چی خبر ملکه خردکک؟ بچه ها اکنون شما رفته در پایان بازی کنید. کنی با پایان؟ با پایان روی. سرم چیکار کردی؟ یگان چیز پیدا کردی؟ هیچ چیز.
نه خانه، نه جای کار، نه تلفن. گویا که غالب عکس‌های زندگی نمی‌کند. سال‌هاست که سراغ ندارد. پدر معلوم است که این آدم بسیار شخص سیاه دل است. پسرم در زیر خاک هم باشد او را می‌یابم، لیکن نه برای قصاص. مرا خیلی بازی دارم داد. بس این بازی سیری است. بازی چقدر افلاس باشد، مقصد هم همانقدر افلاس است. پدر جان چی شده است؟ چند روز است که پریشان خاطر و غمگین می نمایی. حیات بعضا مثل سیل است، آدم را پیش کرده میبرد. شما خوراکتان را خورید. ببخشید. تیمور چی میخواهی؟ تو به اودابین روی راز به تربیگی کردی. من هم فکر میکنم که باید گپ زنیم. پدرم اجازه دهند می آیم. چی میگوید؟ برای کاری امروزش بخشش میپرسد و میگوید که پگاه بیو سری قهوه صحبت میکنیم. با فکرم به عقلیش رو فهمید. این مراتب عمیق با اولاداری تکلیف میکند. من همچنین فکر میکنم، اما چی جواب دادنم رو نمیدونم. همین هم گپ شد. البته هم میگویی. از حاضر من تو رو تبریک میکنم. اشتهایی تو. آهسته احتیاط کن. آمینا دخترم با بالایت نریزد، احتیاط کن. دخترم من روزی تولدت را نفهمیدم، لیکن از ته دل کمی مرا به جای پور بدان. این رو با من تحفه کردید پدر. رحمتی کلان. آجا مثل همین بابایم برای من هم میسازد. سازد، برای تو هم سازد، لیکن همسرش را فکر نکند. اگر تو هم خواهی نباهد خانم، از این بهترش را میسازم. خوش به حالتا. یکی میپزد، دیگری میخورد، دیگرش مینوشد، لیکن مهنت کردن دائما از ماست. اکا این طور نگوی عیب است. چی خیلی عیب استم؟ برای شما گپ زدن آسان است. شما استراحت کنید. خوش به حالتا. شرف، من این خانه را 30 سال پرستاری کردم. چقدر گردش میکند البته میدانم. اگر لازم باشد به همین سین سالم هم کار میکنم و آوای خیرت. امیر خوراکت رو خود. اشتها ندارم. خیردین بخیر است در این سحر؟ شب خوابم نبود. گفتم نزد شما آیم. امیر چیزی پیدا نکرده است. میدونم و خیردین فکرش را مکن. کار شدگی شد، به گذشته صلوات. اگر تو هم در گذشته خطایی کرده باشی حساب و کتاب گذشته را محکم کن، دوباره بازش مکن. خطا گفتی؟ چی ها میگویی شفق؟ من کاری نکردم. من نگفتم که تو کردی، منظورم هممان آدم ماخر. تو هم مرا باور نمی کنی؟ نادرست فهمیدی خیردین، مرا درست فهم. خیردین
مقال شد خوشرویه که من؟ ای شکری خدا پسرکم. لیکن کرتا هیچ نزبیده است. چیکار کنم مادر جان؟ دیگر کرتای تازه نداشتم. برور من حاضر میشم کرتات رو. فرخنده اول ناز کردم و مرا دید باز عاشق شد. جرین رو هم بیار گفتم. مایلش گفت کلین ملایم شده است. البته ملایم می شود. گوش کن وقتی رفتن خریدنی گل رو فراموش نکنی. گل رو که بیند مثل پخته ملایم میشه. جانکم گل رو با چی خرم؟ مبلغ می داشتم از دیشب گروسنه می گشتم. پسرم گیرین رو. اگر شما نمی شدید من چیکار می کردم مادر جان؟ برای کودکم تحفه بگیر. این مبلغ برای گل و بازیچه نمی رسد. البته که نمی رسد. این رو بگیر. این چیست؟ پدرت برای آمینه ساخته است. به این هم امروز ها اثرش تحفه می رسد. گیر با جرین تحفه کن. او هم نبیرش. پدرم هنرمند بود است. کرتات رو هم برو. پدر؟ بخیر است. در اینجا چیکار میکنید؟ نمیدانم پسرم. از زندان برآمدم و لیکن گویا هنوزم دنیا برایم زندان است. باز چی شد؟ چیزی که میدانی. در اول کد یه شهر، بعد محله، حاضر همکاری پیشینم شفق. در این دنیای بزرگ کسی به من باور نمیکنه. پدر من با شما هستم. اگر همچون آدم مرا اعتراف نکنید لیکن چون فرزندتون قبول کنید. آقای دکتر، التماس. شیر بچه ای من همش نو شد. گوش کن یاشار، تو با فرخنده آشتی نکنی به من زنگ نزن. شد جانکم شد. فهمو. ایستو. او کرتای ما را پوشیده است؟ نه جانکم. چیکار نه جانکم؟ آخر این کرتای من است. مادر کرتاش رو میدیم زیغ نشوید. از آنه که زیر تنه این کس مونم در 4 هفتم بهتر است. از برای خدا نکنید این خیلی خیر. پدرت آمد. سوختیم من اکنون سوختیم. یاشار اگر تو رو ببیند میکشد. پدرم میگویی که کاری دیگر نداشته باشد.
آخر من نباشم این خانه مثل ماتم خانه است. ای پنهان شو زودتر. کشو درو کشو. السلام علیکم. علیکم السلام. او در آمد. یه شرمی برایت. زود ایستادنت خطاست. صاحبی کرده رحمت. زود یشر زود. پرونده ها رو دیدم اما چی بپرسم؟ برای کار. تشکر کمیسر. دادستان نو پرونده رو بالای میزتان گذاشت. باز هم چی شد کمیسرم؟ سلاحم پدر. کمیسر؟ امیر لبای مدیرم. یک معلومات مخفی آمده است. در این نشانه یعنی در کارخانه داد و گریفت مواد مخدر می شود. غالب هم در همان جاست می گویند. تشکر. امیر این دام هم شدنش ممکن. خواهی با تو گروهی می پریستم. نمیخواهم سردارم. خودم حل میکنم. باش توی توم. خیر سخن گفتن میخواستی لیکن دهانت رو هیچ نکشدی. چی گفتنی بودی؟ گپ زدن آسان میبود. یاسمان من گوش کن. این تقدیر مرا حل میکند. برای همین باور کن که با گفتنش دشواری میکشم. گوش میکنم. تو رو رنجاندن نمیخواهم اما رنجاندن؟ یاسمان مجبورم از تو جدا شوم. پدر و مادرم برای من دختری موافق پیدا کردند. دیروز رازدگی گرفتند. با تو میگفتم اما یعنی تو با دیگر فوتیه شده ای باز مرا به خانه دعوت میکنی؟ با تو میگفتم اما تو مرا کی فکر کردی؟ یاسمان آدمی به حیا. یاسمان به خود بیا. بس بدگیست. من دیگر وقتی زیادتی ندارم که با تو گذرانم. آدمی پس نگرز ایست. الو پلیس زن قهوه برداشت. بله یک دقیقه خانم. مرا سرده گفتم. جواب ضریر رساندت را کی میدهد؟ ایشوی تو رحمت. آشخانه گلر نزدیکی ایستینه گروه رود. در نزدیکی ایستینه در آشخانه گلر نافهمی شده است. کسی نزدیک باشد جواب دهد. کمیسر امیر رفیقی نزدیک جای حادثه ام. در حال آنجا می شود. فهمم.
تو مرا تعقیب میکنی مگر؟ کمیسر این زن به ما ضرر مادی رسوند. یگان شکایت دارید؟ البته شکایت دارم. ضررش رو پرداخت میکنم. باز چی میخوای از من؟ هر کس آید و چیز و چارهای دکان رو شکسته پولش رو داده رود چی میشود؟ این خیلی نمیشود. من شکایت دارم. این طور باشد مرحمت کنید. فرخنده بردار آخی. با فکرم باز چه نقشه کشیده ای؟ در آنجا همراهتون کی بود؟ یک رفیقم. به فکرم به شما دخل ندارد. یگان گپی هزلامیز گفتم. پرداخت ضرری آورده رو قبول میکنید؟ گفته بودم پرداخت میکنم. کمیسارم، زبان خطی صاحب دکان رو گرفتم. تشکر. سایه دستی خود را گذارید. می توانید روید. چی خیل؟ با آشخانه رفته ضرری آورده رو پرداخت میکنید. با همین تمام. مرا زیر نظارت نمیگیرید مگر؟ نه. صاحب آشخانه تکلیف پرداخت ضرر را قبول کرده است. تشکر به شما. باید بگویم دیگر با آن آدم ارتباطی ندارم. قراری درست برآوردید. بخیر بادا. با اون خاطر گفتم که شاید با هم دیگر با نخوریم. شاید. ارجان مگر من فرخنده رو که مادری دخترم از ضرر میدیم. التماس سراغه آنها رو بده. بسیار مسئله مهم است. چی؟ ایست می نویسم. بگو. لبای الو نوبت خانم، گوش میکنم. از بیمارخانه زنگ میزنم. گوش میکنم. به شما خبری خوشی دارم. شکر خدا گل سریعکر به هوش اومد. رحمت من در حال میایم. فریده فریده
همش از من این از تو فهمون؟ دیگرش در دست تو است آنها را به هم دیگر انایی خیلی چسبیدی فریده تلفن الو شما کیستید؟ الو به من دیگه دخترم. الو فریده گل سرم اپای گل سر شکر که به خود آمدید. خوب نیستم فریده همه ی گپم را به تو نگفتم مردن نمیخواهم زود بیا زود شرف خوراک را نگاه کن من در حال می آیم. خوراک رو نگاه کنم؟ فریده با کجا می روی؟ با من زنگ زده گفتم که گل سر به هوش آمده است. آمدم تا او رو پدر ایستید سلاحم را دهید. امشب در من میماند. برای چی؟ بگذار ماند. به شما یک چیز نشان میدهم. شفق سردار داد معلومات مخفی. دقیق نیست اما غالب هم در آنجا میشده است. رفتیم. وقتی شام بیرون بر آمدن را من کرده بودم یاسمن. وقتی بر آمدنم شب نبود پدر جان. برای دیر کردنم عذر میپرسم. اگر یک بار دیگر امرم را گوش نکنید روزانه هم اجازت نمیدهم. شما استانبول را چی فکر کردید؟ همه پر از فلاکت. پدر جان کجا میروید؟ کار دارم. همشیره خانم این بیمار رو به دیگر اتاق گرفته بردن. نه منم یشر. زینب گوش کن. میدونم که جرین در همون جاست. در رو کشا. اکنون چی کار میکنیم؟ در پسی در ایستاده است. نمیدونم. خوبش در رو کشا. چی؟ نکشایی نمیرود. ما پنهان میشویم. از دادم پنهان میشویم آنجا؟ در کجایند؟ رفتند. به کجا رفتند؟ نمیدونم بر اومدند. اینها چی اند؟ زینب التماس به من دروغ نگوی. این بغاش های آنهاست. به کجا میروند؟ جرین
فرخونده چیکار کرده ایستاده؟ با کجا میروی؟ با آلمان میروم. با نزد پدر و مادرم. جیرین رو نمیبری فرخونده؟ میبرم. از دخترم جدا نمیشوم. جیرین رو با تو و مادرت نمیگذارم. حیف به تو فرخونده. من برای آشتی کنی آمدم. یک بار دیگر سنجیم گفتم. عائله‌مون رو ویران نکنیم. تو چیکار کردی؟ دختر رو دزدیدنی شدی؟ این رو پیش از خیانت کردنت باید فکر میکردی. یاشار رو از اینجا. بس است. ما رو به حالمان گذار. جیرین رو ترک نمیکنم فرخونده. سببش رو خوب میدونی. بیا یک روی نکن. این کار نمیشود. دختر رو برده نمیتوانی. میبرم. من کلان کردم کودک را. مادری کردم. جانم را بخشیدم. مادرش منم. فهمیدی؟ فرخونده با زوراوری من رو مجبور مکن. بیا مثل آدم گپ میزنیم. برای چی میگریزی؟ من تا امروز با تو دست برداشتم. فکرهای باطلت رو یک طرف گذار. بیا با خوبی صحبت کنیم. اینو خیر ندارد یاشار. امروز تو با مادرت با دیگرها تا دخترم رو نگیرید آرام نمیشود. بس از دیگر تعقیبم نکنید. رو از اینجا رو. فرخونده التماس یک روی نکن. نه. جیرین. فرخونده. جیرین. جیرین یاشار با این کودک چی شد؟ چی شد گپ زن آخی؟ مادر او کودک رو میخواست بدوزد. بعد یکی چرا آنها رو به حالشون نبود؟ پسرم انا همین کس. آقا یاشار من کار نکردم. دروغ نگوی. همش از برای تو شد. من گناهی ندارم. آرام شو پسرم آرام شو. آقا یاشار اگر گناهگار باشد معلوم میگردد و بعد با همسرت گپ میزنیم. مرحمت زبان خطتون رو میگیریم. با ما با مرکز میروید. یاشار جیرین تفلا کنی ببختی من. خدایا من چیکار کردم؟ خدایا من چیکار میکنم؟